درود بر شما دوستان عزیز. در قسمت دیتا تایپ ها در خدمتتون هستیم و اولین نوع که نوع بیتی هست رو میخوایم خدمتتون ارائه بدیم. دوستان با هم دیگه بریم داخل هلپ نرم افزار، هلپ آن لدر، آرزم به خدمت شما دیتا تایپس، elementary دیتا تایپ و یک بیتی بولیان. خب ببینید خیلی ساده داخل هلپ گفته که بولیان لنسش در واقع طولش 1 هست، یعنی 1 بیت بولیان هم بهش میگن و شامل یک وضعیت میشه که دو حالت میگیره، یا ترو یا فالسه، یعنی یا صفر یا 1. حالا دوستان عزیز این دیتا تایپ میتونه از حافظه های داخل PLC باشه که به صورت بیتی ما بر فرض ازش استفاده میکنیم، مموری بیت ها که الان میریم داخل برنامه میبینیم، یا دیتا بلاک بیت ها که در پکیج پیشرفته به شدت ازش استفاده خواهیم کرد، و یا خود اینپوت ها و آوتپوت های PLC، یعنی ورودی خروجی های فیزیکی PLC که ما در برنامه ها آدرس دهی میکنیم. خب حالا بریم داخل برنامه‌مون ببینیم. مثلا اینجا الان فرض کنید بر فرض من یک اینپوت رو میخونم به صورت بیتی، مثلا میگم اینپوت 0 یعنی بایت 0 دات، از اون بایت 0 اولین بیتش که بیت شماره 0 هست، اینپوت 0 دات 0. اینو بیا وضعیتش رو بریز داخل مثلا حافظه PLC، مثلا M مموری داخلی PLC 0 یعنی بایت 0 دات اون بیت مربوطش، بیت صفرمش. چون میدونید که هر بایت 8 بیت از 0 تا 7. خب اینتر ببینید به این صورت دارم وضعیت یک ورودی رو که وصل هست به یک کلیدی، میکرو سویچی، لول سویچی، خلاصه 0 و 1 رو دارم میخونم از خارج PLC و دارم داخل برنامه نویسی میریزم تو یک حافظه به آدرس M0.0. به این میگن یک وضعیت بیتی. حالا فرض کن مثلا میخوام داخل خروجی هم بریزم. خب همین اینجا یک اور انشعاب ایجاد میکنم، یک انشعاب ایجاد میکنم و که موازی هست با اون و میریزم داخل خروجی. مثلا میگم خروجی رو با Q آدرس دهی میکنیم، میگیم QSF دات مثلا بر فرض 6، یعنی 7مین بیت از Q بایت 0. چون خروجی هام و ورودی هام خودشون بایت داخل سخت افزار PLC ارائه داده میشن. مثلا میگن این مثلا کارت ورودی 2 بایت ورودی داره، یعنی 16 کانال ورودی داره، بایت 0 بایت 1. خب بایت 0 میشود از آی 00 تا 07، اینپوت 00 تا اینپوت 07 و بایت بعدیش میشه اینپوت 1 یعنی بایت 1 دات 0 اینپوت 10 تا 17. خروجی هم به همین شکل. چی مثلا یک کارت خروجی 2 بایت خروجی داره، بایت 0 بایت 1 مثلا، پس میشه Q00 تا Q0.7 و بایت بعدی Q1.0 تا Q1.7. پس این وضعیت بیتی هست. الان این اینپوت هر چقدر 0 و 1 بشه وضعیت 0 و 1 بودنش ریخته میشه داخل M0.0 و یا Q0.6. استاتوسش یا 0 و 1 بودنش ریخته میشه تو این دوتا آدرس. پس این به صورت بیتی خدمت شما معرفی و ارائه شد. در واقع ساده ترین و کوچکترین نوع دیتا تایپ هست که فقط یک وضعیت رو داخل خودش نگه میداره. موفق باشید دوستان عزیزم.